ببینیم پناه بر خدا. به 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 چی شده؟ برای درست کردن دمی گوجه با تدیگ بال همراه ما باشید. زعفرون به بال مرغ میزنیم. همین آب لیمو هم میریزید. نمک و زردچوبه و فلفل میریزیم. تو مخلوط میکنید. و پیازی که خورد کردیم میریزیم داخل قابلمه. فلفل و زردچوبه هم میریزیم. بعد سیب زمینی و نگینی خورد شده رو میریزیم. کمی نمک هم میریزیم. حالا گوجه های خورد شده رو میریزیم. گوجه رنده شده رو هم میریزیم. یه قاشق رو هم میریزیم. نه رو با هم تفت میدیم. اما عاشق این غذا. اینجی که خیس کردیم اضافه میکنیم. لیوان آبم بهش اضافه میکنیم. دربش رو میذاریم تا بپزه. این فاصله بالهامونم سرخ میکنیم. برنجی که پخته شده به بالمون اضافه میکنیم. بالاخره کمی زعفرون هم میزنیم. دربش رو میذاریم بپزه. برکه شده مادر جونی. این غذا خوردن داره.